سلام، حالتون چطوره؟ به چنل پارساگاد خوش اومدین. لطفا لایک کنید، سابسکرایب کنید ویدیو ما و کانال رو سابسکرایب کنید. چی دارم میگم؟ آقا ویدیو لایک کنید، کانال سابسکرایب کنید، زنگوله هم بزنین که تا وقتی ویدیو جدید میذارم با خبر شین. ما داخل آموزش قبلی اگه یادتون باشه بهتون یاد دادم که چطور خیلی قدرتمند شین. امروز دارم یاد میدم که چقدر سریع شین. اگه میخوای آموزشی رو خودت بگی، این سری آموزشیه. اگه میخوای فقط بر من گفته، اگه میخوای مثلا سری بعدی چیزی که تو میخوای من به بقیه یاد بدم یا به خودت حتی برام یه کامنت بذار. خب مثل همیشه میریم داخل ماینکرافت، روی پلی میزنیم. وقتی که زدیم میریم داخل یه اکانتی، مثلا این همون اکانتی که من با شما رفتم همون ویدیو خیلی قوی شده رو ضبط کردم. بعد یه این چیزایی که من میگم مثلا سرعت خیلی زیاد شدن و یا مثلا خیلی قوی شدنش اینه که مثلا بعد یه مدتی که نه اصلا بمیری تموم میشه، باید دوباره اونو بزنی و این کاملا بدون مود هستش. یعنی خود ماینکرافت یا موجانگ عزیز برام گذاشته شده توسطش. منتظرم که بره تو. خب منتظرم من ویدیو استاپ میزنم تا مپ بالا بیاد. خب ما آمدیم، ماینکرافت بالا آمد و همون جایی که پریدم و ویدیو رو کات کردم دقیقا اینجا بود. رفتم تو این دروازه درابان از همینجا. هنوز هم قدرتر دارم. قشنگ آمدم اینجا. آخر ویدیو اگه نگاه کرده باشین، آخر ویدیو قبلی همینجا آمدم صاف پریدم داخل، بعد ویدیو کات شد. خب الان میخوام همینجا یاد بدم، یا میتونین هر جای دلتون خواست این کار رو انجام بدین. حالا من میخوام مثلا اینجا یاد بدم. هیچ بود این کار فقط میشه توی کریتیو کرده، یعنی فقط این کندن بدراک رو میگم، وگرنه اونا چیزی که میخوام بهتون یاد بدم ساعتتون زیاد شه همیشه میتونین انجام بدید. خب حالا شما قلموها رو آوردم، راستی دهنم داشت سرویس میکرد رو یه لحظه بذار ریده شده یاله. یه لحظه شما روی چت میزنید، همین برار، همین تا اینشون. وقتی روش زدی شما چینجا یاد بالا میاد که خب بازم مثل همیشه میدونین که باید روی چینجای کلیک کنین تا بعدم جایی بیاد که بتونین بنویسین. بازم من کلیک کنم روش. خب شما اینجا کافی از دستور عمل وقتش ببین قلم ارزا. خب از دستور عمل اسلش خط کج افکت اینجا براتون می‌نویسی. اینجا اول براتون می‌نویسه این ا و اف رو بنویسی، بعد می‌نویسه و اینکه شما وقتی این ا و اف رو بنویسی بعد میگه ا سی تی افکت. حالا اینجا مثلا میتونین اسم یاراتون رو بنویسین یا مثلا آل بزنین که همه بشن، مثلا چیزی همه بگیرن افکت. ولی اگه فقط میخواین خودتون این کار انجام بدین و که فرصت بازی در بیارین، میزنین چی اس ادساین همین خط دایروی چیزی که کلا بیشتر داخل بیشتر جیمیل ها هسته، یعنی داخل همه هستش. حالا اینو میزنیم بعد مینویسی پی رو کلا یه دستورالعمل. فکر نکنید مثلا چون اسمم پارسا پی گذاشتم، نه، این به خاطر اینکه کلا دستورالعملش اینه، یعنی اسلش پی جی ببخشید درست نه بکنم ادساین پی کلا یعنی پارسا. چی یعنی چی میگم بابا؟ ادساین پی یعنی کلا من یا خود شمایی که مثلا دارین این چیز رو میزنین. بعدش یه خط فاصله می نویسی، بعد چی اس پی
بعد اس و پی رو بنویسی چنین جایی، چنین چیزی برات میاد، چنین چیزی. حالا بعد اینو بنویسی، الان میگه ای بزن، ای با یه ای بعد یه دی. حالا دوباره همون اینفینیتیه میاد که باید همون اینفینیتیه رو دوباره بنویسی. اگه نمیدونی چیه باید بری ویدیو قبلی نگاه کنی. اینفینیتی. خب بعدش می‌نویسی اینفینیتی. خب بعد اینجا مهمه، میتونی درجه سرعت تو از عدد 1 تا 255 اینجا بزنی. من مثلا میزنم 255 که آخرین عددشه دیگه. حالا شما داخل ویدیو قبل نگفتم چجوری پیام رو وارد کنین. باید ببین وقتی توشی این بیرون صفحه رو یک دونه دکمه بزن، یه دست بزنی به بیرون صفحه. وقتی اومد بیرون شما دیگه نباید این ضربه رو بزنید. این نه، این کلا اشتباهه. اینو نباید بزنید شما، بلکه باید بیان شما اینو بزنید. این عکس یه پیام یه فلش هم داره توش. اینجا عکس این. وقتی روش کلیک کنین هم الان همون قدرت رو دارم، هم سرعت رو. شما سرعت رو ببین، دارم میرم توی دیوار. یه رو بعد شدم توی وید. خیلی سریعه باجی. بعدش من یه ویدیو میذارم، حالا بعد اینکه کلا این ویدیو تمام شد این چیزا میریم اند رو کامل بررسی میکنیم. زیرش خفنه، یه چیزای خفنیه، خیلی گفته باحاله. خب شاید از نظر بعضی باحال نباشه، ولی از نظر من باحاله. هر کی دوست داره ویدیو رو ببینه یه لایک، کامنت، چیزی هم براش بذاره. و میبینید که سرعت من خیلی زیاده و این عکس چنین چیزی براتون میاد. بذار وقتی اونو بزنید فقط عکس این میاد برام. من اون عکس شمشیر به خاطر این اومد که داخل ویدیو قبلی هم همین اکانت بود، من دیگه عوض نکردم اکانتو. عکس این چیزه براتون میاد. لازم بیزم من اینو بزنم قطع شدم با این چه اینجوری شد. خب بعد اینکه این کار کرد خب بعد اینکه این کار کردین، حالا هر جای دلتون میخواد با سرعت میگین. واه سرعت یا علی. هاشی من پریدم ولی رو هوا خیلی سریع آروح بابا دارم ازش رد میشم. لعنه عجیبه، شعر عجیبه. آروم رفت. اسکیبش برام نیامد داشته. تو سرعتو حالا میتونم از دریا رد شم. بیا اینجا خب میدی دیگه. خلاصه اینم بود از ویدیوی ما. لطفا چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و کامنت هم برامون بذارید. و اگر میخواین ویدیوی بعدی در مورد شما باشه یا همون چیزی که میخواین از من، مثلا قوی شدن، نامرئی شدن یا قوی شدن که زور سری کندن و این چیزا باشه، برام یه کامنت بزنید از چیزی که میخواین و لایک کنین ویدیو رو، زنگوله رو بزنین دیگه. نمیدونم چند بار گفتم ولی خب این کار رو انجام بدین دیگه تا من انرژی بگیرم. و اینم تازه ویدیو دوممونه، خیلی هیجان دارم. پس تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.